اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والسماء ذات البروج. سوگند به آسمان که دارنده برج هاست. والیوم الموعود. و سوگند به روز موعود، قیامت. و شاهد و مشهود. و سوگند به شاهد و مشهود، یعنی شاهد هر آنچه یا آن که در روز قیامت شهادت می‌دهد و مشهود آن که درباره او شهادت داده شد، و یا شاهد پیامبران و مشهود امتهایشان، و یا شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه. قتل اصحاب الاخدود. هلاک شدند صاحبان اخدود، خندق شکنجه و آتش، و یا مرگ و لعنت بر صاحبان گودال آتش و قبر. النار ذات الوقود. همان آتش افروخته از هیزم‌های بسیار که مؤمنان را در آن می سوزاندند. اذ هم علیها قعود. هنگامی که بر کناره آن نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. و آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند تماشا می‌کردند. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. و هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز این که به الله عزیز و حمید ایمان آورده بودند. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. همان ذاتی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و الله بر همه چیز گواست. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. براستی کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه و آزار دادند و پس از انجام آن کار توبه نکردند، عذاب جهنم برایشان مهیاست و عذاب آتش در پیش دارند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغهای از بهشت است که جویبارها زیر درختان آن جاری است و این است کامیابی بزرگ. إن بطش ربك لشدید. بیگمان مجازات و گرفت پروردگارت بسیار شدید است.
إنه هو يبدئ ويعيد. در حقیقت اوست که آفرینش را آغاز می کند و دوباره بعد از مرگ باز می گرداند. وهو الغفور الودود. و او تعالی بسیار آمرزنده و دوستدار مؤمنان است. ذو العرش المجید. الله صاحب عرش و بلند مرتبه و شکوهمند است. فعال لما یرید. هر آنچه را بخواهد با قدرت مطلق انجام می‌دهد. هل اتاک حدیث الجنود. ای پیامبر، آیا داستان لشکریان حق ستیز به تو رسیده است؟ فرعون و ثمود. لشکریان فرعون و ثمود، قوم صالح علیه السلام. بل الذین کفروا فی تکذیب. بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته در تکذیب حق هستند. والله من ورائهم محیط. و الله از هر سو بر آنان احاطه دارد. بل هو قرآن مجید. آری، این آیات شعر و سحر نیست، بلکه قرآن شکوهمند است. فی لوح محفوظ. در لوح محفوظ از هر گونه تحریف و تبدیل در امان است.